تصور کنید 10 سال بعده و توی بدترین شرایط ممکنی، از وضعیت فیزیکی راضی نیستی، از کسی که پارتنرته یا باشه ازدواج کردی راضی نیستی، میبینی همه دوستات، همه همکلاسیات ازت جلوترن و از زندگیت واقعا متنفری. نه اینکه یه روزای خوبی یه روزای نه، از زندگیت واقعا متنفری و با خودت اینجوری خدا کاش میشد برگردم 10 سال پیش. اگه 10 سال پیش برمیگشتم همه چی اوکی میکردم. کاش بشه برگردم 10 سال پیش. فقط این یه فرصت رو من بده، زمان 10 سال برگردون. چشماتو واکن. الان برگشتی 10 سال عقب. از بین 8 میلیارد نفری که روی این زمینن و خیلی هاشون میخوان 10 سال برگردن عقب و فقط تو سرشون یه آرزوه، خدا این فرصت رو به تو داد. به تو این فرصت رو داد که اگه میخوای یه جوره دیگه بازی کنی. و الان تو موقعیتی داری که کلی آدم حسرتشو دارن. الان بهم بگو این دفعه چجوری بازی میکنی؟